اینجا دهه کوهستانی غلازور دهات به نام میرزاعلی وایسفی ناحیه واسه گوشه از کنار تاجیکستان است. در پیروی به سیاست بنیادکاری و سازنده رهبری دولت ساکن سخاوتمند این دهه طاهر قوت اقدام گرفت که آن مبلغ‌های پولی که برای سفر حج جمع آورده بود آن را برای ساختمان دو سیمخانه علاوگی صرف نماید. ساختمان مذکور در دوره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر شروع گردیده در نظر است که در مهلت کوتاه‌ترین به انجام رسانیده شود. ما مکتب دیدیم که وضعیت دکود نمیرسد، شرایطی چی جای نشست و باید ما حج میرفتم قمالاق جمع کردم نمیرم گفتم اندی و من مکتب دا چی میکنم صرفش میکنم جا میشه سیمخانه لواگی میکنم بله اینطوری خیلی قشلوق دیگه ما بسیار قشلوق درسته بسیار مکتب از اون میکشیدم ما برای همین چیز سامنا باید بود در این مکتب خاطر خلق خودمون همه کسا باید جنبستی باید باغمون برسونیم. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی واقع در دهه غلازور از 7 سیمخانه عبارت بوده با جای نشست نیاز داشت. بعد مورد استفاده قرار گرفتن سیمخانه های نو مشکلات جای نشست در این مکتب حل خود را پیدا می نمایند. در دایره کارهای سازندگی با دهه غلازور مانند در دهه جوانی دهات به نام عبدی‌عوض ناحیه واسه نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ماه سپتامبر با مورد استفاده قرار گرفتن 3 سیمخانه علاوگی مشکلات جای نشست خواننده در این مکتب حل گردید. در پیروی و تشبس‌های سازندگی اساسگاه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم که در این دهات برای خوانندگان مؤسسه یک سیمخانه‌های علاوگی سازیم، چون که در سال تحصیل گذشته برای ما مشکلات جدی در نظر بود که جای نشست به ما مشکلی بود و با این تصمیم 3 سیمخانه علاوگی را با تشبس اساسیاسیون والدان و دستگیری آموزگاران ساخته به استفاده دادیم. عین حال باشد ما یگان مشکلی برای نشست جا نداریم و تمام خوانندگان با جای نشست تامین میباشند. بغیر از مثلا سیمخانه علاوگی ساختن باز در دهات ما با تشبس‌های مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان ما در این دهات یک کتابخانه زمانوی معاصر ساخته به استفاده دادیم که در این کتابخانه تمام کتابخانه عین حال کتابخانه هم کتابخانه الکترونیکی فعالیت میکنند. در این انشاءات ما بغیر از کتابخانه باز مثلا دستان ماهر و جای مثلا برای کار فعالیتی مثلا صاحبکاری اینکه فعالیت کرده ایستادن که برای مردم خیلی فایده‌ناک به شما می‌رود. در دوره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دیگر سمت‌های اقتصادی ناحیه کارهای آبادانی ادامه دارند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.